ما خب خدا موفق نمیدانیم. الحمدلله این میدان هم جور کردیم. در پیشروی میدان خواستیم یک فضایق بود، یک دانه سوپرمارکت جور کنیم که ایجادی سوپرمارکت هم به مردم سهولت بخش شده و همچنین برای تعدادی از جوانان زمینی کار مساعد شده و ما واقعا افتخار میکنیم بابت داشتن همچین شخصیت ها و همچین تاجرها در وطن، در آقچیمان که در همه عرصه ها در خدمت شهروندان عزیز قرار دارند و همچنان چی ویژگی های این سوپرمارکت نسبت به سوپرمارکت های بقیه که در ولسوالی آقچه قرار داره و قیمت ها چگونه هستند. مشتریان در کنار از اینکه خودشان با قدمهایشان تشریف میارن و در اینجا اجناس را خریداری میکنن، به غیر از او شما چه نوع خدماتی را در اینجا ارائه میکنید برای مشتریان؟ آیا تو فروش آنلاین و یا تو رساندن اجناس به در مشتریان هم دارین؟ اولین باری که من ایره در اینجا دیدم فکر کردم که در این سوپرمارکت طلا هم فروخته میشه، اما بعدا برام گفتن که این طلا نیست، کاکائو است. سلام خدمت شما هموطنان عزیز، شبتان بخیر. امیدوار هستم که یک شب خوب و خوشی را آغازگر شده باشیم. خواستم که امشب ویژه برنامه‌ای را از ولسوالی آقچه و از ایجاد شدن یک سوپرمارکت مدرن و عالی خدمتتان این برنامه را تقدیم بکنم و در ادامه صحبت‌های همراه مسئولین این سوپرمارکت خواهیم داشتی که با چه هدف این سوپرمارکت را در آقچه ایجاد کردند و این سوپرمارکت چه ویژگی‌هایی را نسبت به بقیه و دیگه سوپرمارکت‌های آقچه داره و چه خدماتی را در اینجا برای همشهریان ارائه می‌داره. همراهشان صحبت خواهیم داشت، پس با ما باشید. و در اینجا آقای محمد اعظم نظری را با خود داریم. السلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ ساعتتان خوب؟ شبتان بخیر باشه. شکر. شب شما بخیر باشه. شب بینندگان بخیر باشه. یک سلام خاص خدا به تمام بینندگان رادیو درمان از صفحه رادیو درمان که ما را تماشا میکنن، یک سلام جداگانه برای تک تکشان تقدیم میکنم. بسیار خوب، تشکر از شما و همچنان بردتان را و پیروزیتان را در مسابقات 16 سالم که امشب پایانش بود براتون تبریک میگم. امیدوار هستم که این برد شیرین همیشه در زندگیتان باشه و در همه عرصه ها. تشکر، سلامت باشین. خوشبختانه امشب فاینال هم داشتیم که خدا نصیب کرده بود، کپ هم گرفتیم، قهرمان شدیم. برای تمام بازیکنای ما، تمام هواخوای ما که این مقام قهرمانی را برای تک تکشان تبریک میگم. بسیار خوب. شما که یک مرد موفق هستین چه در عرصه ورزش که همچنان جوانان را تشویق میکنین و همچنان دیگر در کدام بخشا به وطندارای خود خدمت میکنین، از این بر ما بحث بکنین. ما خب خدا موفق نمیدانیم، بازم چیزی که رضای خداوند باشه، چیزی که خدا نصیب کرده باشه اما نصیب ما میشد دیگه. ما قبلا خب شغل اصلی ما خیاطی است. فعلا هم یک 30 دانه شاگرد داریم و ماشا کار میکنن. در قبال از او کار تکه و یخن، واسکه، کرتی، پتلون، این کارا هم کارش میکنیم و در قبال از این دکان سیمسار فروشی هم که داریم در دوستا معلوم است. دکان سیمسار فروشی هم داریم. بعد ضمن از که خود ما علاقمند ورزش بودم، ورزش زیاد دوست داشتم، جوانان ورزشکار کلش هم میشاند دوست قلبا که دوستشان داشتم. به خاطر ذوق و علاقه زیاد که در ورزش ما داشتم خواستم یک میدان جمنازیوم که در آقچه نبود ایره جور کنیم با کمک خداوند و با کمک دوستیارا. الحمدلله این میدان هم جور کردیم. در پیشروی میدان خواستیم یک فضایق بود، یک دانه سوپرمارکت جور کنیم که بخش مدیریتش بازماد فیضی پیش میبرن که این سوپرمارکت هم هر وقت دوستا خواستن پیشروی میدان جمنازیوم نظری است. اونا به طور 24 ساعته دوستا هر چی که لازم داشتن تقریبا اکثریت چیزایی که
برای مشتری ها لازم است در این سوپرمارکت وجود داره، پیدا میشه و در خدمتشان قرار داریم و دیگر سلامت باشین، بخیر باشین. خیلی ممنون شما. و هدفتان از ایجاد این سوپرمارکت در ولسوالی یاخچه چی بود؟ هدف اصلی ما که ما میدان جور کردیم یا که در هر بخش که فعالیت کردیم گفتیم که در پالی ما 4 نفر و 5 نفر را که اینا در کار برش کار ما ایام میکنیم، بر ما کلان افتخار است. این سوپرمارکت تقریبا 3 نفر کارمند است. باز محمد جان است، عثمان جان است که از پاکستان آمدن و دیگه آصف جان هستند که تقریبا در خود میدان ما 2 نفر مصروف کار هستند. ما مونمو هر کاری که جور کردیم نمیم تنها یا خودمون اینجا کار کنیم و در قبال ما در پولی که ما کار ایجاد میکنیم اقلا بتونیم که به همشریان عزیز که اکتن و دوتن و سیتن هر قدر که ضرورت بود در ایام کار فراهم کنیم. بسیار خوب. ایجاد سوپرمارکت هم به مردم سهولت بخش شده و همچنین برای تعدادی از جوانان زمینی کار مساعد شده و ما واقعا افتخار میکنیم بابت داشتن همچین شخصیت ها و همچین تاجرها در وطن، در آقچیمان که در همه عرصه ها در خدمت شهروندان عزیز قرار دارند و همچنان کمک های بشردوستانه خود را هم فراموش نمی کنند و همیشه هستند و خصوص در روزهای اواخر کمک های در مکتب لیسه پسرانی آقچه هم داشتند. واقعا از بودنتان در آقچه افتخار میکنیم. تشکر، سلامت باشین. بخیر ما باشین. که هر خدمتی که سر ما دوستا صدا کنن دست ما بیاین دریغ نمی کنیم. خداوند ما را قدر بیشتر بده. آمین. ما در جایی که هر کسی که صدا کشیدن و خدمت کردیم افتخار میکنیم که همچنان جوانانی که در ولسوالی آقچه در خارج هستن با هر کس متوجه همون جایی که زندگی میکنه متوجهش باشه، مکتب است و در هر بخشی که باشه انسان باید کمکش برسه، در جامعه کمکش برسه. و بازم از شما بسیار زیاد تشکر قلباً سپاسگزاری میکنیم که آمدین زحمت کشیدین و ما را یاد کردین. خداوند شما را خیر بده. و در آخرم به تمام بینندای رادیو درمان سلامای گرم خدا و تک تکشان چون در داخل افغانستان هستن و خارج هستن سلامای مرا پذیرا باشن. تشکر، خیلی ممنون شما. چون سوژه برنامه امشبیمان ایجاد همین سوپرمارکت در ولسوالی یاخچه است، میشه که برای ما بگین چی ویژگی های این سوپرمارکت نسبت به سوپرمارکت های بقیه که در ولسوالی یاخچه قرار داره هستند؟ سوپرمارکت ما خود از سوپرمارکت های که قبلا در یاخچه فعالیت دارن از اونا کدام برتری ندارن، هم قدر هستن یک کم جایشان فضا کم کلانتر است، فضا باز از میتونن مشتری ها راحت هر جنسی که ضرورت دارن براحتی. سن سوپرمارکت خیلی بزرگ است و دروازش هم اتومات برقی است که دیگه نمی یگانه خوبیش همی است که یک ذره فضایش کلانتر است، آزادتر است. مشتریان در کنار از اینکه خودشان با قدمایشان تشریف میارن و در اینجا اجناس خریداری میکنن، به غیر از او شما چه نوع خدماتی را در اینجا ارائه میکنید برای مشتریان؟ آیا تو فروش آنلاین و یا تو رساندن اجناس و در مشتریان هم داریم؟ نه خیر، ما آنلاین فروشات نداریم، چون اینجا ما آنلاین فروشات نداریم و در بخش سمساری هم فروشات آنلاین نداریم. اگر مشتری ها بخوان در آینده هم کدام تصمیم نداریم. هر مشتری ما اون دکان ما در مارکت شارجاده موقعیت داره. هر مشتری ها که هر چیزی که لازم دارن که اکثریت چیزهای اصلی در دکان ما موجود میباشه، در سوپرمارکت هم میتونن مشتری ها از نزدیک بیان حضور پیدا کنن و سوپرمارکت رو ببینن. و چون آخشه او بسیار سن کلان نداره که ما اینجا فروشات آنلاین کنیم و در مشتری ها برسانیم. هر مشتری ها بخواین نگونه سوپرمارکت هم داخل شهر است و دکان هم داخل شهر است. و قیمت ها چگونه است نسبت به سوپرمارکت های دیگه؟ قیمت هایش بسیار مناسب است. اکثرا چیزا که اینجا میبینید کلش در رویش کل نرخ‌های زدگی است. در مشتری ها بسیار آسان و سهولت است. هر کس بیاید سعی کنه و قیمت هایش بسیار با قیمت مناسب هر جنسی را که میبینن و سعی میکنن در پالیش نرخش نوشته است، نرخ نهاییش که خیلی با مراعات در کل جنسا را که میگیرن نرخش نوشته است. سلامت باشین از اینکه وقت گرانبهایتان در اختیار ما گذاشتین و در پایان هم کوتاه پیامتان به مردم چی است؟ پیام ما که دوستان می از هر جای در کنار دنیا که هستن جور صحتمند و سربلند و باشن
یک سلام‌های خاص مرا پذیرا شوند. تشکر، ممنونتان. تشکر. بله هموطنان عزیز، گزارش کوتاه و ویژه را خدمتتان امشب از همین سوپرمارکتی که تازه در ولسوالیاخچه به نام نظری سوپرمارکت ایجاد شده بود خدمتتان تقدیم کردم و امیدوار هستم که این ویژه برنامه کوتاه ما هم براتان مستفید واقع شده باشه و شما نیز از آمدن در این سوپرمارکت و از خریداری اجناس مستفید شویم. ما واقعا افتخار میکنیم که همچین شخصیت ها را در ولسوالیاخچه خود داریم و در همه بخش ها خدمات خود را برای ما و همشهریان عزیزمان ارائه میکنند. امیدوار هستم که خداوند خیر و اجر و پاداش عظیمی را نثار همچین شخص های بگردانه و همچنان بقیه هموطنان مانده. تشکر از اینکه تا حالا با ما همراه بودین. تا گزارش و برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما من نوردین عمری قرار میگیرم. هر کدامتان را به خداوند پاک یکتا می سپارم. اوقات خوش داشته باشین. الله نگهدار.